سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون عالی باشه. امیدوارم روز خوبی داشته باشید. با تعدادی لغت و اصطلاحات بسیار مهم در موضوع لباس ها و کفش ها و پوشاک در خدمتتون هستم در ترکیه استانبولی. قبل هر چیزی لایک و سابسکرایب یادتون نره که ما به حمایت شما نیاز داریم. حتمی پیج رو سابسکرایب کنید، زنگوله هم بزنید که پستا براتون بیاد. با کلی پست آموزشی در خدمتتون خواهیم بود. خب بریم که بخونیم. لباس ها، elbiseler لباس ها. به ترتیب میخونم از روشون: çorap جوراب، gömlek پیراهن، پانتولون شلوار، جکت کت معنی کت میده. خب مورد بعدی: کازاک ژاکت. مورد بعدی: takım elbise کت و شلوار. بریم سراغ مورد بعدی. خب مورد بعدی: رسمی elbise لباس رسمی. خب مورد بعدی: اتک به معنی دامن. مورد بعدی: گلینیک به معنی لباس عروسی. مورد بعدی: پیژاما به معنی لباس خواب، معنی لباس خواب میده. مورد بعدی: شاپکا معنی کلاه. خب صفحه بعدی این صفحه است. در رابطه با کفش ها میخوایم حرف بزنیم. آیاکابه کفش. آیاکابه به معنی کفش هستش. مثالش رو نگاه کن: کادن آیاکابısı کفش زنانه. کادن آیاکابısı کفش زنانه. خب مورد بعدی رو نگاه کن: erkek ayakkabısı کفش مردانه. erkek ayakkabısı. مورد بعدی: çocuk ayakkabısı کفش بچگانه یا کفش بچه. çocuk ayakkabısı مورد بعدی: ترلیک به معنی دمپایی هستش، معنی دمپایی میده. ترلیک دمپایی. مورد بعدی: کفش پاشنه بلند. نگاه کن: topuklu ayakkabı کفش پاشنه بلند. topuklu ayakkabı. خب درسم تا همینجا. حتما مطالب گفته شده رو تمرین تکرار کنید. هر سالی در رابطه با تلفظ ها و نکات داشتید ازم بپرسید. حتمی هم لایک و سابسکرایب یادتون نره که با پستای جدید در خدمتتون خواهیم بود.